با سلامی دیگر باره به بینندگان بینیهت گرامی رادیو زودی همه آنهایی که این لحظه ها در آزادی ویدیو مرا تماشا دارند. خب شالو گلخوجه هستم ساعت به وقت پراگام 10 و من بازم در چند دقیقه دیگر کوشش میکنم برای شما خبرهای تازه رو بگویم و عزیزان یادتون نرود بعد از 3 ساعت دیگر باز همه شما رو در برنامه خبری با گزارش‌های روز منتظر خواهیم بود. مکتب باغچه‌های تاجیکستان تا 16 август تعطیل دارند. وزارت معارف تاجیکستان میگوید که قرار وابسته به پنجشنبه بیماری سیرایتی کووید 19 امروز از جانب استاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس گرفته شده است. به همین ترتیب سال خوانیش برای خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات عمومی از روز 17 август سال جاری آغاز می شود. بهای چورک چهارم خوانندگان از روی نتیجه‌های 3 چورک اول و دوامات چورک چهارم جمع‌بست کرده خواهد شد. همین طور بهای امتحان‌های اسیم و سیم گذرانی از روی نتیجه جمع‌بست چورک ها گذاشته می شود. طبق قرار وزارت معارف امتحان‌های ختم برای ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در صنف‌های 9 از روی 4 فن و در صنف 11 از روی 6 فن از 15 تا 24 ایون سال 2020 برگزار می‌گردند. لازم به یادآوری است که قبلا با قرار استاد جمهوریوی اوید به پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس در مکتب باغچه‌های تاجیکستان از روز 27 اپریل تا 10 می تعطیل اعلان کرده بود و اکثریت والدین تقاضا داشتند که این تعطیل دراز کرده شود. با گذشت 5 روز از اعلان اولین موردهای سیرایت کرونا ویروس نو در تاجیکستان نرخ بعضی از داروها به طور چشم رس بالا رفته است. ارزش برخی چنین داروها که ساکنان آن را معمولا هنگام معالجه زکام استفاده می‌کردند از 18 سومانی قبلی تا به 250 و از 60 سومانی پیشینه تا 400 سومانی افزوده است. از سوی دیگر ساکنان شکایت دارند که دیگر نمی‌توانند داروهای ضد ویروسی را از داروخانه‌ها پیدا کنند. همه را خریدند. پزشکان میگویند هنوز هیچ دارو بر ضد بیماری همگیر کووید 19 وجود ندارد و کاری که مردم میکنند تهلکه بیجاست. مقامات میگویند به شرکت‌های وارد کننده دارو آگاهی دادند که در حالت ادامه چنین بی‌سروسامانی گناهکاران را جزا خواهند داد. در تاجیکستان تا 4 می 230 گرفتار به بیماری مذکور ثبت شده است و مقامات میگویند 3 نفر فوت دیدند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 5 می به رادیو زودی گفت این نهاد به تمام شرکت‌های وارد کننده دارو در کشور آگاهی داده است که در صورت بالا بردن نرخ جزا خواهند گرفت. این نهاد دولتی معمولا تنها پس از 20% گران شدن نرخ مال و محصولات در یک ماه حق دخالت به آن را دارد. ولی یک مشاهده خبرنگاری رادیو زودی در چند داروخانه‌های کشور نشان داد که نرخ مواد طبی از جمله داروهای ضد ویروسی، آنتی بیوتیکو، محلول‌های آنتی سپتیکی و حتی نقاب و دستپوشک‌ها تا 2 برابر بالا رفته است. بر اساس امور رسمی فعلا در کشور حدود 2,500 داروخانه فعال است که 500 تای آن در شهر دوشنبه واقع می باشند. با فرمان معاون شهردار مسکو اندری بچکاریوف سر از 6 می کار در بعضی ساختمان‌های مسکو از سر گرفته می شود که در آن کار باید شبانه روزی ادامه کند. دفتر مطبوعاتی کمپلکسی ساختمانی شهر مسکو با خبرگزاری روسی تاس اطلاع داده است که ساختمان بعضی بناها شروع شده همزمان تعمیر بناها برای تامین امنیت ساختمانی از سر گرفته می شود. این همان ساختمان‌های می باشند که باید تا آخر سال 2020 به استفاده داده شوند. در ساختمان‌های باقی مانده توقف ادامه خواهد داشت. اصلا در مسکو با فرمان شهردار سرگئی سابیانین از 29 مارس به این طرف رژیم گوشه‌نشینی عمل می‌کند که هدف آن جلوگیری از سرایت کرونا ویروس میباشد. حکومت به شهروندان وعده داده است که در این مدت معاش آنها حفظ می شود. ولی مهاجران تاجیک میگویند کاری آنها اساساً کاربای و ساعتبای بوده. فعلا آنها کاملا به درآمد ماندند. خب با می توان گفت احتمالاً اکنون با آغاز کار در بعضی ساختمان‌های مسکو از فرد و گروهی از شما مهاجران عزیز امکان می‌یابد که دوباره به کار برگردید. در همین حال بانک جهانی در یک گزارش تازه خود گفته است بنابر رکود اقتصادی در روسیه حجم انتقال‌های پولی از سوی مهاجران به کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان 28% کاهش می‌یابد. در روسیه بنابر گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر مهاجران کره تاجیک فعالیت دارند و بنابر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی درآمد هر چهارم خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجران کره میباشد. سال گذشته مهاجران به تاجیکستان حدود 2.6 میلیارد
میلیارد دلار فرستاده بودند. این است که بانک جهانی میگوید با کاهش یافتن حجم انتقال های پولی سطح فقر و یا کمبزاعتی در کشور من بعد کاهش نمی‌یابد و احتمال است دوباره افزایش یابد. بنابر آمار آخرین از 9 میلیون و 100 هزار اهالی تاجیکستان بیش از 27% آنها کمبزاعت میباشند. شهردار دوشنبه دستور داده است که بلندآشانه‌های نیمساخت پایتخت را به شفاخانه‌های موقتی تبدیل دهند. روز گذشته رستم امامعلی با رفت کارهای بنیادی در دو چنین بنا شناس شده است. او مقامات دخلدار را وظیفه‌دار نموده است که با نظر داشته وضع امروزه کارهای ساختمان و وصلگری و رنگ و پرداز بنا را در مهلت یک ماه به انجام داده آن را برای معالجه تا 200 نفر گرفتاران بیماری‌های کووید 19 به استفاده بدهند. وابسته به شفاخانه موقتی دوم که نیز ساختمانش ناتمام است، رستم امامعلی سپارش داده است که مسئولین در مدت 3 روز آینده بنا را برای قبول 600 نفر گرفتاران بیماری‌های سیریاتی با تمام انواع داروری، لوازمات ضروری طبی و کارمندان ورزیده ساحه آماده نمایند. بنا به آمار وزارت تندرستی فعلا شماره بیشتر گرفتاران کرونا ویروس به دوشنبه رسمی می‌آید. وزارت تندرستی تاجیکستان در بیانیه رسمی گفته است حکومت و وزارت عین زمان جهت پیشگیری و تبابت کرونا ویروس نو کووید 19 تمام تدبیر و چاره‌های ضروری را عملی میکنند. عین زمان گزارش و ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند که نشان میدهند در بعضی شفاخانه‌ها بیماران را قبول نمیکنند و به دیگر مؤسسه‌های طبی میفرستند. و در ضمن بنیادی آقاخان در تاجیکستان برای مبارزه بر ضد گسترش کووید 19 به ولایت مختار کوهستان بدخشان کمک طبی رسانده است. کمک از 680 عدد لباس‌های محافظتی برای کارمندان طبی ولایت عبارت میباشد که در مجموع $10,000 آمریکایی را تشکیل میدهد. خب بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که خواستم برای شما بگویم و با گزارش‌های روز من همه شما را بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم در برنامه خبری که 10 دقیقه ادامه خواهد کرد منتظر خواهم بود. تا آن وقت روزتان ببرار بود.